بازارچه منصوریه و یه سری خاطرات خوب برای ما. یکی از خاطراتمون اینجا هست، احتمالا این مغازه باشه، اینجا باشه، که عصاری بود. نمیدونم عصاری دیدید، میدونید چی هست یا نه. عصاری به معنی عصاره کشی هست، به معنی عصاره کشی هست، یعنی می اومدن به وسیله فشرده کردن مثلا کنجد روغن میگرفتن ازش و اون توفاله هاشو دور میریختن و استفاده نمیکردن. از خاطرات دیگه مغازه عبدالرزاق هست، در کرکره دوم باد باشه. یه مغازه کوچک و پربرکت برای بچه ها. یه خرازی بود که همه چیز داشت با قیمت مناسب و مساعد و بعید میدونم کسی همسن من توی این محل باشه که خاطره خرید اسباب بازی رو از عبدالرزاق نداشته باشه. این مسیر میره به طرف سر دوزک و قنادی تاج، یکی از قدیمی ترین قنادی های شیراز میتونم بگم به جرئت، و خاطرات زیادی که ما از این قنادی داریم. اینجا یه عطاری بود. آره یه عطاری بود، حالا یه کم این ورتر اون ورتر عطاری بود. این سه گوشه باز یه خاطره خاص ازش داریم. مغازه رویگری بود، سفیدگری بود. آقای به اسم مش مرتضی، ایشون پیک رایگان داشت. تقریبا توی نوروز که میشد بابا بهش سفارش میکرد، میگفت که بیا ظرفای ما رو ببره. میومد توی یه سینی تمام اون ظروف مسی که لازم بود اون سال سفید بشه، میومد خودش میآورد اینجا و با یه مشقتی، یعنی مثل سیستمای امروز نیست، با یه مشقتی این ظرفا رو سفید میکرد و خودش باز برمیگردوند و هزینه مختصری میگرفت. مدرسه صنایع برای آقایون این منطقه پر از خاطره است، از جمله برای خود من. چقدر جایزه اینجا گرفتم. بعد فهمیدم که بابای جایزه ها رو میده به مسئول مدرسه، سر صف بدن به من. الان همه ویرانه است و بخشش قابل نگهداری واقعا نیست. اتاق صنایع کجا میشه؟ اتاق مدرسه یا اتاق بومرسی؟ شاید اینجا بود، نمیدونم. الان تغییرات خیلی زیاد بوده. این مدرسه صنایعه. این در ورودی؟ بله این در ورودیه که خب برای ما خیلی مدرسه و حیات بزرگی بود. من دقیقاً ثبت نام کلاس اولم رو اینجا یادم هست که تو خونه به من گفتن چه چیزی رو ممکنه پرسیده بشه، چی باید جواب بدی، و اومدیم کنار حیات و ثبت نام انجام. پدر جزء هیئت مدیره این مدرسه بود و از معتمدین محلی بود که همیشه در رابطه با این مدرسه بودن. ایشون اسم مدیرا، معلما؟ خانم زاهدی معلم کلاس اول ما بود، خانم ستوده اینجا بودن، خانم نصابه اینجا بودن و چیزی بیشتری الان در نظرم. کلاس ورزش هم داشت اینجا؟ نه مثلا توی دبستان نه. توی دبیرستان کلاس ورزش داشتیم، اون ساعت ورزش مثلا دبیرستان نمازی حیاتی بود که هم طول والیبال داشت، هم بسکتبال داشت، هم فوتبال داشت و خب زنگ تفریح و ورزش میشد استفاده کنیم. این کوچه میره به طرف خیابون حسینی، خیابون آسونه. اسم خاصی داره؟ نمیدونم. اینجا باز از این تاق‌هایی که حالا آب یا برف یا چیزی رو میریختن توی کوچه که پشتیبون آسیب نبینه، چون پشتیبون‌ها اکثرا کاهگلی بود تا بعد که اومد ایستگاه. اینجا دو سه تا مغازه بود. مجید آقا که اولی عطاری داشتن و جذب آموزش پرورش شدن و این یکی یا دوتا آقای اقرا که ایشون زغالی داشتن. میدونی اون موقع زغال و هیزم خب طبیعتا تنها وسیله گرمایی بود و خیلی پرفروش بود توی محل، کلا توی شیراز. تا بعد که مثلا نفت اومد و بخاری علایالدین و چراغ والو رو گرمکنهای نفتی اومد توی بازار. خودشون می‌خریدن، برای اینا می‌آوردن جای مثلا تحویل می‌دادن. اینجا رو خرده فروشی بود، میومدن می‌خریدن. ولی میریم الان بالاتر یه آقای عطاالله مغازش می‌بینیم، ایشون تو مغازش چیزی نداشت، سفارش می‌گرفت. مثلا برای ما توی همون خونه پلاک 25 سال یه بار مثلا با اولاغ زغال و هیزم می آوردن و خالی میکردن توی زیرزمین ما.
اون زیرزمین یه زیرزمین خیلی مخوفی بود، سیاه. چون سیاه بود، تاریک بود و یه مثلا لامپ 25 هم اون بالا بود و برای ما بچه‌ها سخت بود مثلا بریم زغال یا چیزی بیاریم و معمولا این کار رو بزرگترها انجام میدن. تا بعد نفت اومد و کم کم این سیستم عوض شد.